الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. الله به شما توفیق بدهد و برکه عنایت فرماید. بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 21 از شرح کتاب اصل السنه و اعتقاد الدین که از عقیده ابو حاتم الرازی و ابو زرعة الرازی است رحمهم الله، که علما و امام سلف صالح هستند. و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما حجت ها را، دلیل ها را از کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر میکنیم که همه اش بیان میکند که الله سبحانه و تعالی در بالای عرش است و در بالا هست، در جهتی بالا است، در بالای آسمان ها، در بالای عرش بالای بالا است. بله، این دین ما است. چخیلی که ابو بکر ابن ابو داود در عقیده حائیه نوشتند. ابو بکر ابن ابو داود این صاحب کتاب سنن هستند. امام ابو داود، همون امام ابو داود یک فرزند دارند، ابو بکر. همون ابو بکر کتاب می نویسند، نام کتابشون حائیه. در همین کتاب میگن که العلم قال الله و قال رسوله و قال الصحابة الكرام. علم، حق، این قال الله و قال الرسول و قال الصحابه است، قال السلف است. هر کسی که علم بیاموزد یا که علم را به کسی تعلیم بدهد اما در اون قال الله و قال الرسول نباشد، در علم شرعی قال الصحابه نباشد، گفتند الله، گفت الله، گفت رسول الله، گفتند صحابگان نباشد، پس این علم نیست، این گمراهی است. ما از اهل بدعت، از این اهل کلام، از این گمراهان فرقمون همین است که ما قال الله میگیم، الله گفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند و صحابگان گفتند و سلف صالح گفتند. اهل بدعت باشند، ارسطو گفت، فلان مجوسی گفت، فلان مولوی در شعرش گفت، انا همچنین است. کجا است الله و رسول؟ پس بیایید کلام رسول الله رو میبینیم. ما که منهجمون قال الله و قال رسول است. قال الله رو در حلقه گذشته به شما در چند آیت، در 16 آیت بیان کردیم که الله در بالا است، در جهتی بالا است و در بالای عرش است، در بالای آسمان هاست. حالا باشد سخن رسول الله را ذکر میکنیم که این سخنشون معروف است، حدیثی صحیح است. امام مسلم رحمه الله این حدیث را روایت میکنند و در رقم 537 در صحیح مسلم روایت شده است. وقتی که صحیح مسلم میگم این خودش سخن تمام است، یعنی 100% صحیح است. امام مسلم، امام مالک در کتاب موطا، ابو داود در سننشون، نسائی در سننشون ذکر میکنند و ابن قدامة المقدسی الحنبلی صاحب کتاب مغنی در اثبات صفت العلو ذکر میکنند. حدیث چگونه است؟ عن معاوية بن الحكم السلمي كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
اعتقها فانها مؤمنه. معاویه ابن الحکم السلمی، یعنی از صحابگان 2 نفر معاویه بودند. یعنی معاویه وقتی که میگیم فقط معاویه بن ابو سفیان یکی از خلیفه های مسلمان ها شما فکر نکنید. وقتی که معاویه ابن سفیان میگیم این معاویه که در زمان علی رضی الله عنه حاکم بودند و غیره. اما معاویه ابن الحکم السلمی این دیگر از صحابگان هستند. میگن که همین معاویه ابن الحکم السلمی میگن که من یک غلامه زنکی داشتم، کنیزه جاریه، که همون گوسفندان مرا میچرانید و نگاه و بین میکرد، چوپانی میکرد در گرد و اطراف کوه احد. کوه احد کسی که در مدینه هست میداند که بیند کوه بزرگ است، حتی درازش رو 5 کیلومتر میگند. او کوهی که به بالایش دجال بالا میشود و در زیر همین کوه جنگ احد هم به وقوع پیوست. جنگ احد برای اینکه منطقه رو احد میگند. در همین جا گوسفند رو میچرونید و من یک روز خبر پیدا کردم که گرگ آمده است و یک گوسفندش رو خورده است و رفته است. یعنی گوسفند رو یک گرگ آمده گرفته است و رفته است. و من هم گفتن یکی از مردی هستم که فرزند آدم هستم، یعنی غمگین شدم و آمدم و همین جاریه را زدم، اذیت دادم کمی، نه اینکه یک ضربه 2 ضربه. و بعد از این که همین عمل رو انجام دادم زیق شدم، از کاری کردم پشیمان شدم و به نزد رسول الله رفتم، برای اینکه این چیزی که عملی که انجام دادم، یعنی 1 ضربه 2 ضربه که زدم، یعنی اذیت دادم همین غلامه رو. ببینید غلامه رو اذیت دادن رو به من این بزرگ شد. یعنی این عملم به من به نهایت وزنین آمد. من از این عملی کردم پشیمان شدم و به رسول الله گفتم که ای رسول الله، آیا من همین کنیزه رو، همین زنی که همین غلامی که چوپانی میکرد، گوسفندی مرا نگاه بین میکرد و من با بولش کمی ظلم کردم، آیا این رو آزادش بکنم؟ رسول الله گفتند که این کنیزه رو به نزدم بیار، ایتینی بیه، همون کنیزه رو به نزدم بیار. معاویه ابن الحکم السلمی میگن که من کنیزه رو گرفتم، به نزد رسول الله رفتم. رسول الله سوال کردند. رسول الله از کنیزه سوال کردند که این الله، الله در کجا است؟ این سخن این الله رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ضربه شدید به امروزه معطله ها که است؟ جهمی ها، معتزله ها، اشعری ها، ماتریدی ها، قبوری ها، رافضه ها، همه این عقلانی های عقلشون پوسیده، این یک ضربه است. میگن که اینها الله رو در کجا گفته سوال دادن ممکن نیست. میگن ما میگیم که الله در کجا از گفته سوال دادن این سنت رسول الله هست که رسول الله انجام دادن، این فعلی رسول الله هست صلی الله علیه و سلم. رسول الله خودشون گفتن که این الله، ای کنیزه، ای دخترک، الله در کجا است؟ خواستن که فهمن که این ظاهرا آیا احکام اسلام به بالش جاری می شود یا نمی شود. کنیزه هم یک بار گفت قالت فی السماء، الله در آسمان است. فی السماء یعنی در درون آسمان نیست، یعنی در بالای آسمان است، یعنی الله در بالا است. جهت بالا رو اشاره کرد در یکی از روایت‌ها. بعد از این رسول الله سوال کردن که من کی هستم؟ این کنیزه گفت که شما رسول الله هستید صلی الله علیه و سلم. پیامبر هم گفتن که اینا آزاد بکن، از غلامی آزاد بکن، زیرا که مؤمن است. یعنی به احکام ظاهری این مسلمان حکمی است. البته این حدیث واضح آشکار بیان میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردند که الله در کجاست و این عمل رو از صحابگان روایت است که کردند و ما هم میکنیم و ما هم سوال میکنیم که کسی رو خواستیم سوال میکنیم که الله در کجا است. اگر جواب داد که الله سبحانه و تعالی در آسمان است، الحمدلله. اگر غلط جواب داد پس خطا کرد، گمراه است. و کسی که الله در بالا نداند و در همه جا داند انکار کند ذات علوی الله، سلف این امت تکفیر کردن، کفر گفتن. اکنون به شما سوال است که
همیشه ما سوال میکنیم که قبول کردن همین حدیث رسول الله چی مشکلی دارد؟ والله من اصلا نمیفهمم که برای اهل بدعت چی مشکلی دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله در کجا است؟ سوال الله در کجا است که سوال دادن جایز است. اگر جایز نمیبود پیامبر نمیکردند. کسی که میگوید که سوال دادن جایز نیست، این سوال فقط سلفی و وهابی گمراه و اینا میدهند، پس پیامبر رو طعنه زده ایستاده است. امام ما محمد صلی الله علیه و سلم این سوال رو داد. بعد از این به پیامبر جواب داد که الله در بالا است، در بالای آسمان ها است. پیامبر قبول کردن، اقرار کردن. پیامبر چیزی خطا رو قبول کرده، اقرار نمیکردن. یگون جای نفهم وجود ندارد. خیلی که در قرآن آمده است. حدیث دوم، حدیث یکم برای اهل بدعت کافی نیست، بیایید حدیث دوم رو ذکر میکنیم. حدیث دوم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است. حدیث سه است که امام احمد روایت میکنند، ابن ماجه در سننش روایت میکنند و حدیث صحیح است به شرط امام بخاری و مسلم. یعنی به شرط امام بخاری و مسلم به این معنی که امام بخاری و مسلم این حدیث روایت نکرده اند، اما امام بخاری و مسلم یک شرط گذاشتند که انمین شرطی هست که من در اساس انمین شرط حدیث صحیح میگویم. وقتی که ما به این حدیث به سندش نظر میکنیم، به شرط امام بخاری و به شرط امام مسلم صحیح می شود. گرچنده که اینو در کتاب بخاری و مسلم روایت نکردن، لیکن این به شرط امنو است. یعنی مثل همون حدیثی که در بخاری و مسلم هست صحیح است. بارك الله فيكم. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكه فاذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت في الجسد الطيب اخرجي حميده وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. حدیث است از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که ابو هریره این کنیه هست، پدری گربچه ها، نامشون عبدالرحمن ابن صخر است. به بعضی از روایت هایی که مشهور است از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که المیت تحضره الملائکه، یک مرده، یک کسی که وفات میکند، بعد از وفاتش ملائکه ها به نزد همین انسانی وفات کرده میبرند، خواه زن باشد خواه مرد. در زبان عربی بسیار کلمه های مرد رو استفاده میبرند و زن رو استفاده نمیبرند. دانید که این قاعده زبان عربی است که زن و مرد اگر در یک مسئله مشترک باشد مرد رو ذکر میکنند و به همین مرد کلمه مرد یعنی صیغه مردانه زن هم داخل میشد. این معروف است در زبان عربی. فاذا كان الرجل صالحا، اگر این مرد صالح باشد، معناش اینه که فقط مرد، زن هم. این مرد و زنی که وفات کرد اگر صالح و صالحه موحده باشد، صالح یعنی موحد، کسی که موحد نیست و صالح نیست، به او گفته می شود که اگر موحد و صالح باشد به او ملائکه ها میگن که یعنی در وقتی چی بوده است؟ در وقتی جان کندن، در وقتی آخرین نفس های جان رو کشیدن می اومدند. چلی که دوام حدیث بیان میکرد. ملائکه میگن که بیرون شو ای نفسی پاک، نفسی خوشبوی و زیبا و پاک که در این جسد پاک هستی، با حمد و شکر بیرون شو، با بشارت بیرون شو. ما به تو بشارت میدهیم به خوشبویی، به بهترین نعمت های الله، و ما به تو بشارت میدهیم از همون ربی که از تو چست راضی است و به تو غضب نکرده است. این سخنشون رو تکرار میکنن تا اینکه روح همون انسان از جسمش بیرون میشد. روح یک موحد از جسمش بیرون میشد. بعد از اینکه روح از جسم انسان بیرون شود چیکار میکنند؟ همین روح رو میگیرند ملائکه ها، روح همون انسان رو، یعنی زن یا مرد موحده رو، صالحه رو میگیرند، صالحه رو، یعرج بها الى السماء، انا این یکمی باره میگیرند روح رو به سوی آسمان بالا میروند. به سوی کجا؟ آسمان. فیفتح لها فیقال، یعنی
میخواهند که دروازه آسمان کشوده شود و صاحبان، این صاحب دروازه‌بان آسمان میگد که این کی است؟ میگن که این فلان آدم است، آدم خوب و موحد فلانی فلانی. دروازه‌بان های جنت میگن که مرحبا به شما، یعنی خوش آمدید، خوش آمدی ای نفس پاک، ای نفس موحد، انسانی که در دنیا موحد بودی، خوشا به حال تو، خوش آمدی، بفرما که در یک جسم پاک زندگی میکردی، داخل شو، با خوشحال باش. و این سخن رو میگن تا این که به کجا میرود؟ الى السماء التي فيها الله عز وجل، یعنی بالا میبرارند روح را، بالا میبرارند، بالا میبرارند، بالا میبرارند تا همون آسمانی که بعد از این آسمان عرش است و بعد از این الله است. این حدیث آشکار و واضح دلالت میکند که روح انسان موحد را به بالا میبرند و به همون بالای میبرند که الله به نزدش میبرند. پس این آشکار و واضح دلالت میکند که الله در بالا است. الله در بالا است. الله شما در بالا است بدون کیفیت. البته ما چگونگی او را نمیدانیم. چگونگی او را ما نمیدانیم معناش این است که چگونگی وجود ندارد. چگونگی وجود دارد اما ما نمیدانیم، به ما الله خبر نداده است. این حجت واضح است، آشکار است برای شما ای اهل بدعت که ربتون را بدانید که در کجا است. از همینجا سلف صالح میگفتند که هر کسی که نمیداند که اللهش در بالا است او غیر الله را عبادت میکند. حدیث سوم از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت است. حدیث رو ابو داود در سننشون روایت میکنند و ترمذی در سننشون میگن که حدیث حسن و حسن صحیح، حدیث حسن و صحیح است. حاکم در مستدرکش روایت میکند، میگه که هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجه، این حدیث صحیح اسناد است اما امام بخاری و مسلم روایت نکردند. پس حدیث صحیح است. حتی همون بیهقی که این اهل بدعت بسیار کتابش ذکر میکنند، بیهقی ذکر کرده است در کتاب اسماء و صفات. پس ببینید، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن عمرو میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. رحم کنندگان را الله رحمشان میکند. هر انسانی که رحم دارد الله او را رحم میکند. پس ای مردم رحم کنید شما در حق آن چیزهایی که در روی زمین هستند، یعنی در روی زمین رحم کنید. حتی پیامبر در حدیث‌های دیگر است که به حیوان رحم کنید میگن، صاحبش تو رو نصیحت میکنن که ظلم نکنید و غیره. حجت، محل حجت چی است؟ میگن که در روی زمین شما رحم کنید و اللهی که در بالای آسمان است به شما رحم میکند. هر کسی که رحم را وصل کند الله او را وصل میکند و هر کسی که قطع کند الله را قطع میکند. به این معنی که محل شاهد به این معنی که شما در روی زمین بین هم دیگر اگر رحم کنید الله سبحانه و تعالی شما را از بالای آسمان رحم میکند. پس این است حقیقت که الله در کجا است؟ در بالا است. پیامبر گفته ایستادن که شما در این دنیا رحم کنید الله از بالای آسمان شما را رحم میکند. یعنی جایی که الله هست که این در بالای عرش بیرون از مکان از همون جا شما را رحم میکند. این واضح است، آشکار است که الله در کجا گفته ایستادن پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ در بالای آسمان ها. اکنون حدیث چهارم رو میبیاریم، یک ضربه به فرق سری صوفی های قبوری، اشعری ها و ماتریدی های گمراه. حدیث ها، هر باره که حدیث میگیم شما
غضب نکنید ای اهل بدعت. این حدیثی همون رسول الله صلی الله علیه و سلم که شما میگید که ما ایمان داریم. اگر ایمان داشته باشید گوش بکنید. ان ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تأمنوني وانا امين من في السماء یأتینی خبر السماء صباحا و مساء. امام بخاری و مسلم روایت میکنه. امام بخاری با رقم 4351 و مسلم با رقم 1064. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند آیا مرا امین قرار میدهید که من امینی آن چیزی که امین آنی که در آسمان ها هستم. امینی کی؟ الله. امین الله. الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم را امین قرار داده است به وحیش. پس الله در کجا است؟ در آسمان است. چرا پیامبر گفتند و انا امین من فی السماء، من امینی کسی هستم که در آسمان است. الله در کجا است؟ ای اهل بدعت، آیا شما ایمان به سخن رسول الله دارید یا که رسول الله هم مجسمه میگید؟ یا که رسول الله گفته شدن که من امینی آن ذاتی هستم و آن کسی هستم که در آسمان است؟ پس پیامبر هم اشاره به آسمان کردند. این چی شد؟ از نظر شما پیامبر صلی الله علیه و آله هم شما باید طعنه بزنید. پیامبر گفتند که یأتینی خبر السماء، به من خبر آسمان ها می آید پگاهی و بیگاهی. خبر از کجا می آمده است؟ از آسمان. پس الله در کجا است؟ در آسمان است. بارک الله فیکم اهل توحید. این حدیث ها آشکار است و این حدیث ها واضح است. این حدیث ها رو فقط کسی گوش نمی کند و کسی قبول نمی کند که گمراه است و الله نوری هدایت را از قلب او گرفته است، خواه عالمش باشد، خواه طالب علمش، خواه آدم عادیش. حدیث ششم را میاریم. ان انس بن مالک. انس بن مالک معروف است که خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خدمتگار رسول الله بودند. مادرشون انس رو به رسول الله هدیه کرده بودند. گفتند ای رسول الله، همه به شما یک چیزی رو هدیه میکنند، من انس رو هدیه میکنم که خدمتگار شما باشد. امام بخاری روایت میکنند که با رقم 7517 انس بن مالک رضی الله عنه گفتند لیلة اسری برسول الله صلی الله علیه وسلم ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. أنا إن أزهم حجتي سخترين برای أهل بدعت است که لیلت شبی اسراء و معراج که رسول الله صلی الله علیه و سلم را ملائکه آمدند که روح جبرائیل گرفتند از مکه، بیدار کردند از خوابشون، گرفتند بردند به فلسطین امروزه، مسجد امروزه مسجد اقصی. در مسجد اقصی رسول الله امام شدند، به همه پیامبران نماز خواندند و بعد از این از همونجا گرفتند و به آسمان برآوردند رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر دروازه ها گشوده شد، حتی به جای بلندترین رفتن که جبرئیل گفتند که ای محمد صلی الله علیه و سلم من دیگر رفتن نمیتونم، دیگر به من اجازه نیست، سدرة المنتهى تمام. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتند، با الله سبحانه و تعالی روبرو شدند اما الله را ندیدند. چخیلی که در حدیث آمده است نور ان الا راه، یعنی نور هست که ندیدند، فقط نور دیدند و با الله سبحانه و تعالی صحبت کردند، رسول الله کلیم الله. و در همون وقت البته که 50 وقت نماز فرض شد و بالاخره فر آمدند و بر آمدند، فر آمدند و بر آمدند. چخیلی که حدیث متفق علیه امام بخاری و مسلم در این دلالت میکند. حضرت موسی به پیامبر صلی الله علیه و نصیحت کردند که ای محمد، این 50 وقت نماز برای امت تو وزنین است، برو از الله باز طلب بکن که تخفیف بکند. و بالاخره 5 وقت نماز فرض شد و بعد از این رسول الله را با پایان آوردند. این حدیث را صوفی، قبوری، اشعری، ماتریدی همه قبول میکند. قصه اسراء و معراج صوفی ها خطا کرده خودشون نقل کرده میمونند. شما اگر گوش کرده باشید، صوفی ها خطا کرده نقل کرده میمونند که پیامبر را به آسمان هفتم بردند و بعد از این باز پیامبر به بالا بر آمدند که جبرائیل بر آمدن نتونستند. الله کتی و خوردن گفته اینو خودش نقل میکند. با میگن که پیامبر فر آمدند،
حضرت موسی همراهشان صحبت کردند و باز به نزد الله برآمدند. اما وقتی که در همون وقتی امر معرفش دارد بگید که ای قبوری صوفی کلخر، خودت گفته ایستاده که الله در بالا، پیامبر برآمدند، پس الله در بالای عرش است. میگه که نه، پس چرا نقل میکنی؟ همیشه اینها به همدیگر چی دارند؟ سخنوایشون تناقضی دارد. ما سوال میکنیم و یک چند سال است که سوال میکنیم و باز سوال میکنیم و به همه شما برادران و خواهران موحدم من یک بهترین سوال رو میفهمونم که هر کسی که الله رو لامکان میگوید به این معنا که الله در بالا نیست، الله در همه جا است، یک سوالی همین مختصر بکنید: پیامبر در شب معراج به کجا رفت؟ برای که همه میگویند که پیامبر به جسمشون رفتند، الا بعضی از صحابه که خطا کردند و بعد از این باز قبول کردند که بله، در آخر همه اتفاق کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آسمان رفتند، یعنی به جسمشون رفتند. پس به کجا رفتند؟ پیامبر به زیر زمین رفتند یا در زمین در زدند یا که به بالا رفتند؟ شما باید انتخاب بکنید. اهل بدعت انتخاب بکنید. صوفی ها دین شما این ضد دینی، ضد عقل است. باور بکنید ضد عقل است. اگر همون الله سبحانه و تعالی بخر اگر زبان بدهد یکمین سخنی که میکند والله اعلم، شاید بگوید که صوفی ها بی عقلند. چرا که همون خر میداند که الله در بالا است. چه خیلی که اینه علما گفتند که حیوان ها میدانند. علی ابن خضر در کتاب لمعة الاعتقاد ابن قدامه ذکر کردند. بالاخره سوالی عادی: در شب معراج پیامبر کجا رفتند؟ بارک الله فیکم. این حدیثی ششم بودم. بله، با دیده سودت ما حدیث های صحیح میگیم، ما حدیث های بافته شده، دروغ، باطل نه. دین ما واضح است، آشکار است. بعضی میگن که چی لازم است که در همین مسئله سخن کنید. ما میگیم که اگر همین مسئله نفهمی تو موحد نیستی. اگر نفهمی که الله تو در بالای عرش است، پس تو خودت مشرک میشوی و در این دنیا غیر الله عبادت میکنی. چه خیلی که صوفی ها عبادت میکنن، همه چیز به نظر تو الله میشود. سلف این امت گفتند هر کسی که الله در بالای عرش بودنش نمیداند این موحد نیست. امام بخاری گفتند هر کسی که الله انکار میکند که در بالا است این کافر است، زیرا که قرآن انکار کرده است و خبری که الله داده ایستاده است انکار کرده است و این توحید ربوبیت ندارد. شرط توحید ربوبیت همین است که هر چیزی که الله خبر داده باید تصدیق کنی و اقرار کنی. الله به تو در 2000 نمود حجت خبر داد که الله در بالای آسمان است، چرا قبول نمیکنی؟ یعنی این است مشکلی. حدیث هفتم: عن ابی رزین قال قلت یا رسول الله. ابی رزین میگوید، البته این حدیث صحیح است، امام احمد در مسندشون، ترمذی در سننشون روایت میکنن حدیث رو حدیث حسن صحیح میگن، حدیثی حسن میگن. یعنی ابن ماجه در سننشون از عبدالله ابن احمد ابن حنبل، یا که ابن ماجه در سننشون و عبدالله احمد ابن حنبل در سنه و ابن حبان و دارقطنی در یعنی روایت کننده زیاد است. میگن که گفتن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، بارک الله فیکم، به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتم که ای رسول الله، این کان ربنا قبل ان یخلق خلقه، رب ما پیش از این که خلق را خلق بکند، یعنی بیافرد. خلق چیست؟ هر چیزی که غیر الله هست خلق است، خلق شده. مثلا آسمان و زمین، جنت و دوزخ، ملائکه ها، عرش، هر چیزی که هست خلق است، الله خلق کرده است. پیش از این که الله همین چیزها را خلق کند، الله رب ما در کجا بود؟ سوالی بیند بزرگ. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کان فی عماء
ما تحته هواء و ما فوقه هواء و خلق عرشه على الماء. پیامبر صلی الله علیه وسلم به این سؤال ابی رزین جواب داده، گفتند که الله سبحانه و تعالی در یک کشادی در بالا بود، کشادی بود یعنی عمائن، که تگ پایان الله هم هوا بود و بالای الله هم هوا بود. و بعد از این چی کرد الله؟ عرشش را خلق کرد بر بالای آب. این حدیث علما در شرحش میگن که دلالت میکند که صفتی علو ذات الله، علو ذات گفتن گپ همین است که یعنی الله بالا بودن خود الله، همیشه الله سبحانه و تعالی خودش بالا بود، یگان مراتبه در پایان نبود و بالا شو این چنینه، بلکه همیشه صفتی علو ذات الله سبحانه و تعالی ثابت است. این صفتی ذاتی است، علو ذات الله سبحانه و تعالی. و اولین چیزی که الله خلق کرده است آب است و باقی مانده همه چیز را از آب و بر آب خلق کرده است. الله پیش از همه چیزها رو خلق کردن هم در بالا بود و در هوا بود. بارک الله فیکم. دارقطنی در صفات میگد که حدثنا محمد بن مخلد سن العباس بن محمد الدوري قال سمعت ابا عبيد القاسم بن السلام. قاسم بن السلام معروف است که از علمای سلف. وكذا الباك الذي قاسم بن السلام صاحب كتاب ایمان، یک از علمای سلف. وذكر الباب الذي يروي فيه الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا من قنوط عبادي وقرب غيري وأين كان ربنا قبل يخلق السماء وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط وأشباه هذه الأحاديث. فقال هذه الأحاديث صحاح حمل أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا نشك فيها. علمای سلف گفتند که این حدیث صحیح است، حق است، ما هیچ شک نمیکنیم. بارک الله فیکم. انا این بود 8 حدیث برای شما اهل توحید، یا 7 حدیث برای شما اهل توحید که ثابت میکند که الله سبحانه و تعالی در بالای آسمان است. و این چنین حدیث های دیگر بمانند این که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که صحبت میکردند اشاره به بالا میکردند، اشاره به بالا میکردند، به انگشتشون. بارک الله فیکم. اشاره کردن الله به بالا یا در بعض حالت در حالتهای دعا به بالا نظر کردن، این چیز از پیامبر و از صحابگان در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت است و این هم حجت است که الله در بالا است. امروز اشعری ها و ماتریدی میگن که هر کسی که اشاره کند به بالا به انگشتش که الله در بالا است یا که به بالا نظر کند در دعا، این گمراه است، این خطا کرده است. اعوذ بالله، اعوذ بالله. طعنه هر اهل بدعت عاقبتش به رسول الله میرود. در این حدیث کلمه ببینید عمائن آمده است. کان فی عمائن، الله بود در عمائن. کلمه عمائن ما باید چگونه فهمیم؟ حرب الکرمانی وفات کننده 280 هجری، اسحاق بن راهوی وفات کننده 274 هجری، یعنی علمای یعنی سلف در حدیثی که ابی رزین العقیلی هست میگن که یعنی کلمه عما معناش سحابه هست، یعنی یک هوا یا ابر مثل همین. یعنی الله سبحانه و تعالی در بالا بود و پایانش و بالاش هوا بود. بارک الله فیکم. هیچ چیزی وجود نداشت. حیاکم الله. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم. در حلقه آینده سخنهای علما را ذکر میکنیم.
از ابوبکر صدیق و دیگر صحابگان و بعد از این در حلقه بعدیش مذهب‌های مخالف در عقیده اهل سنت و الجماعت، کسایی که مخالفت دارند در این باب و به کدام خاطر و به کدام حجت ذکر میکنیم. اللهم علمنا مما ينفعنا و ينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم.